زبیدالله روزق و رحمت الله رجب دو عضو سابق ریاست حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که در مؤسسه اصلاحی زندان نو وحدت ادای حکم میکنند در پی رسانه‌ای شدن نامه سرکشادهشان به پرزیدنت امامعلی رحمان به شزا یا حجره جریموی انداخته شدند. بنا به اطلاع دریافتی آنها از روز 8 نوامبر اینک 3 روز باز در شزا قرار دارند. در روز آخر ماموران زندان از نزدیکان این دو محبوس به سبب در شزا قرار داشتنشان دستاویز قبول نمیکنند. روز 11 نوامبر در حجره قبول دستاویزها در زندان نو وحدت اعلان آویخته شده بود که در آن اسم 22 محبوس به شزا انداخته شده نوشته شده است. عکس این اعلام به دست اداره پایگاه خبری بامداد هم رسید. در آن نام رحمت الله رجب تحت رقم 9 و زبیدالله رازق تحت رقم 11 درج شدند. نزدیکان این دو محبوس روز 11 نوامبر تلاش کردند تا پیش سردار مؤسسه اصلاحی زندان نو وحدت بختیار ترسونوف را یافته از او سبب به شزا انداختهشان را بپرسند، ولی تا ساعتی که این گزارش نشر میشد به آنها ملاقات با ترسونوف میسر نشده بود. نزدیکان محبوسان میگویند اگر ترسونوف آنها را قبول نکند و عرضشان را نشنود به دوشنبه به قبولگاه رئیس اداره زندانهای تاجیکستان گنرال منصور جان عمرزاده خواهند رفت. در یک عکس دیگری که نزدیکان محبوسان فرستادند ولامت ابراهیم زاده همسر رحمت الله رجب در حالت انتظاری در پشت در دفتر سردار زندان دیده می شود. در عکس دیگر نزدیکان هم رحمت الله رجب و هم زبیدالله رازق در نزد دروازه زندان نو محبس در انتظار سردار این مؤسسه دیده می شوند. زبیدالله رازق و رحمت الله رجب در حال به شزا انداخته شدند که روز 1 نوامبر با یک نامه سرکشاده از رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان خواستار مساعدت رئیس جمهور برای شکستن و در حضور کارشناسان و ناظران بین المللی و روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی اثر نو دیدن پروندهشان شدند. این نامه روز 5 نوامبر در بامداد چاپ شد و بنا به اطلاع دریافته محض بعد رسانه‌ای شدن نامه به پرزیدنت مؤلفانش در محبس مورد فشار و پرسجو قرار گرفته و در نهایت به شزا انداخته شدند.